ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحیم. عید سعید فطر بر همه شما و همه مسلمانان مبارک باشد. الله تعالی برکات خاص و رحمت خاصی را که در روز عید نازل میکنه بر جهانیان و بر مسلمانان، بر بندگان صالح و مقرب تا حالا نازل کرده. الله تعالی نصیب همه من و شما بکند و عید مقبول داشته باشیم نزد الله تعالی. الله سبحانه و تعالی انسانها را مبارز آفریده و مجاهد آفریده است و انتظارش آنه که انسانها، خصوصا کسانی که کلمه اسلام را خواندند و بندگی خدا را پذیرفتند، غلامی خدا را قبول کردند، الله انتظار داره که این بندگان با نفس جهاد کنند و مجاهده کنند، چون دستورات الله و قوانین و مقررات خدا، اوامر الله تعالی برخلاف نفس اماره هستند. نفس اماره به سو، به بدی امر می کند، به گناه امر می کند، میلش به گناه است و دستورات الله تعالی برخلاف گناه. الله از گناه من کرده، از نافرمانی من کرده و از اتباع هواهای نفسانی و خواهشات نفسانی من کرده است و لہذا این بر نفس دشواره و بر شیطان هم دشوار است و روی این انتظار الله نه که این دشواری ها را تحمل کنند، مردم تقبل کنند و صبر کنند و استقامت داشته باشند تا دستورات الله را اجرا کنند. انسان در دنیا مبارز هست و مجاهد و اولی جهادش به نفس خود هست. باید به نفس خود مجاهده کنه و نفس مجبور بکند که از الله تعالی اطاعت کند، از خدا فرمان ببره و تسلیم پروردگار بشه و در مقابل خدا عاجزی بکنه و به دروازه خدا درمانده باشه و به دروازه پروردگار مراجعه بکند. این انتظار پروردگار. صبر مهم هست، بدون صبر انسان به جای نمیرسه و صبر یکی از وسیع‌ترین نعمتهای پروردگار است. الله در دنیا نعمت فراوان داره و از وسیع‌ترین نعمتهایش نه صبر هست و روزه از آنجا ارزش داره و بسیار نزد الله تعالی محبوب و پسندیده است که در روزه صبر انجام میگیره. انسان صابر میتونه روزه بگیره و تا صبر نکنه، صبر داشته نباشه، نمیتونه روزه بگیره.
تصبر نباشه نمیتونه دستورات الله را اطاعت کنه و تصبر نباشه در مقابل نفس نمیتونه مقاومت بکند. صبر مهمه سروران گرامی. امروز آنچه که شما به دست آوردید و نعمتی که الله تعالی عنایت کرده نتیجه صبره که 30 روز یا 29 روز صبر کردید و روزه گرفتید، تشنه شدید، گرسنه شدید و نفس کنترل کردید، به گناه نفس میل کرده و شما جلوی میلان نفس گرفتید. لذا امروز عید برای همین این جشن و این سرور و خوشحالی که امروز الله تعالی قرار داده است برای 1 ماه روزه و 1 ماه مقاومت و 1 ماه صبر و 1 ماه فیروزی. این عید تنها برای کسانی که روزه گرفتن و کسانی که روزه نگرفتن، این عید مال اونها نیست، بلکه عید مال کسانی که روزه گرفتن و استقامت کردن و ایستادگی کردن. البته کسانی که معذورن و واقعا مریضن، اونا از جانب الله تعالی برای وقت دیگری تأخیر خورده که روزه را بگیرن. ولی بدون عذر کسی که روزه را خورده و روزه نگرفته، این عید برای او نیست. برای او وجدانش ناراحته، حتما وجدان او را ملامت میکنه که بندگان خدا روزه گرفتن و من نگرفتم. لحاظ او به جای خوشحالی، به جای اینکه خوشحال باشه، وجدانش راحت باشه، فکرش راحت باشه، او دغدغه داره و نگران هست و پریشانه و روز قیامت پریشانی خیلی شدید خواهد بود اگر ما در دستورات الله کوتاهی کنیم و اما اوامر خدای عز و جل را به جا نیاوریم. لذا عزیزان صبر مهمه و صبر از بزرگترین عبادت ها هست و صابران نزد الله محبوبن و خدا با صابران هست. خدا صابران دوست داره، خدا با پرهیزگارانه و پرهیزگاران دوست داره. خدا با نیکوکاران است و نیکوکاران دوست داره. خدا با اهل ایمان و مؤمنان واقعیه و مؤمن واقعی را الله تعالی دوست دارد. همت میخواهد، اراده میخواهد. همین جهاد عزیزان من که انسان اوامر الهی را انجام بدهد و گوش به فرمان باشه، همانطور که سیدنا ابراهیم علیه السلام وقتی که الله تعالی دستور دادن که فرزندش را، حضرت اسماعیل را که تک فرزند بودن، قربانی بکنن، ابراهیم علیه السلام آماده شد. اسماعیل هم آماده شد که نوجوان بود تازه، ولی او آماده شد که دستور خدا بر او اجرا بشه و پدرش را توصیه کرد که آنچه که الله تو را دستور داده تو انجام بده. من هم کمک میکنم پدر شما را و همکاری میکنم که تو بتوانی من ضبط کنی و من بکشی و دستور الله انجام بگیره. ابراهیم سخت بود بر ابراهیم، ولی نافرمانی الله تعالی خیلی سخت‌تر بود. ترجیح داد که از نافرمانی الله فرزندش را قربانی بکنه و اولادش را از دست بده برای رضایت الله. این ابراهیم علیه السلام ترجیح داد. جای تأمل کسانی که الله به اونها ثروت داده و زکات تکمیل نمیدهند، زکات صحیح ادا نمی کنند و اینها مسلمان، نامشون مسلمانه و ابراهیم هم مسلمان بودن، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان، صحابه کرام و آل بیت اعظام مسلمان بودن و من شما نگاه کنید که با اونا چه اندازه فاصله داریم که اونها حاضر شده جان بدن در راه الله و ما نتوانیم زکات صحیح ادا بکنیم، نتوانیم روزه را صحیح ادا کنیم، نتوانیم نماز ادا بکنیم و انقدر ما مسلمان ضعیفیم
و بی بخار باشیم، بی حرارت باشیم که کاهل نمازی بکنیم، در امر نماز کوتاهی بکنیم، نماز ضایع بکنیم و نماز قضا بکنیم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. بعد از این پاکان و نیکان الله تعالی می فرماید کسانی آمدن که نماز ضایع کردن. خیلی سنگین ضایع کردن نماز، خیلی سنگین ضایع کردن نماز، خیلی سنگین ندادن زکات. اینها اوامر بزرگ الله، این ارکان دین. ولهذا ما باید فداکاری بدیم، قربانی بدیم، صبر بکنیم، مجاهده کنیم، جهاد کنیم با نفس تا نفس فرمان ببره از الله و اطاعت کنه. و انشاءالله روز قیامت کسانی که کارمی کنند جز مجاهدان خواهند بود. نماز برپا بداریم و نماز در مسجد ادا بکنیم. در رمضان تاکید شد در مراسم‌های مختلف به برگزاری نماز، به پایبندی به نماز، به اقامه نماز و نماز در مساجد ادا بشه. همانطور که در رمضان شما نماز خواندید، مسجد آباد کردید و مسجد رونق دادید، فضای مسجد را، و همینطور بعد از ماه رمضان مسجد ترک نکنیم، به مسجد پشت نکنیم و با مسجد فاصله نگیریم. فاصله گرفتن با مسجد، فاصله گرفتن با الله تعالی است. دوری از سعادت، دوری از خانه خدا که مساجدن، واقعا دوری از الله تعالی است. ولهذا به مساجد باید ما همیشه رجوع کنیم و نمازهای ما در مسجد بخونیم و این حیاتی هست برای ما و مهم. مساجد محل نورن، محل هدایتن، محل رحمتن، محل مغفرتن، سجدگاه پروردگارن، عبادتگاه هستن. از عبادتگاه فرار نکنیم و دور نباشیم. خانه منم نماز بخونه، نمازهای نافله، ولی فرائض سعی بکنیم که مسجد بریم، تو مسجد بشینیم وقتی میاییم برای نماز، بعد از نماز لحظاتی بشینیم که شامل حال دعای فرشتگان بشیم. و این مسئله دین خیلی مهمه، حیاتیت توی زندگی ما که ما دین با چنگ و دندان نگهداری بکنیم، از تمام محرمات دین فرهیش کنیم و دستورات دین را به تمامی و کمالی کاملا انجام بدیم و هیچ امری از امر الله نباشه که در زندگی ما تعطیل بشه و ما کوتاهی کنیم در دستورات الهی و در فرامین الله تعالی. هیچ گناهی نباشه که ما مرتکب باشیم، مانا نداره که ما گناه مرتکب بشیم و پرونده برای خودمون درست کنیم پیش خدا و الله تعالی را ناراض کنیم و اوامر پروردگار را نادیده بگیریم. برای ما نامناسبه، برای ما زشته و برای ما بسیار بد هست و به هیچ صورت برای ما مناسب نیست. با جان و دل الله را بندگی بکنیم، با زن و بچه الله تعالی را بندگی بکنیم، فضای خانه من را فضای اسلامی، فضای دینی، فضای معنوی قرار بدیم. توی خانه من منکرات نیاریم، توی خانه من معاصی نیاریم، توی خانه من گناه نیاریم، توی خانه من قرآن بیاریم، توی خانه من خدا را بیاریم، توی خانه من محمد رسول الله را بیاریم، یعنی دین بیاریم، یعنی هدایت بیاریم، یعنی معروفات بیاریم و منکرات توی خانه من راه ندیم. بیدار باشید و در دین قوی باشید و در دین سخت باشید و دیندار باشید و متدین باشید تا پایتون به عذاب قبر گیر نکنه، پایمون به عذاب آخرت گیر نکنه، پایمون به حساب و کتاب خدا گیر نکنه. خدا را همیشه در نظر داشته باشیم، خدا را در وقت هر نعمت ببینیم که چه نعمت‌هایی به ما عنایت کرده و نظر لطفش بر ما چه اندازه زیاده. و این مهمه عزیزان من و توصیه بنده خدمت شما آنه که توصیه قرآن است، توصیه سنت
که شما از دین خدا مدافع دین خدا باشید. به هر حال این وظیفه همه زنان و مردانه، همه پیر و جوانه که تأثیر گذار باشند، دیگران به دین خدا دلالت کنند، دیگران دعوت کنند، با دیگران صحبت کنند. کسانی که در امر نماز کوتاهی دارند، کسانی که در دستورات الله کوتاهی دارند، کسانی که از دین فرارین یا از دین دوری می کنند، وظیفه منه، وظیفه همه علماست، وظیفه معتمدین و ریسفیدانه، وظیفه دانشگاهیان و فرهنگیانه، وظیفه شما جوانانه، وظیفه مادران و خواهران است که اینها را به سمت دین ما دلالت کنیم، تأثیر گذار باشیم، سبب هدایت دیگران بشیم، سبب نجات دیگران بشیم، خیرخواهی کنیم جوانان را، جامعه را خیرخواهی بکنیم، مسلمانان دیگر را. این وظیفه ماست. یک آفت عمومی و مشکلات عمومی که امروز هست همینه که متاسفانه کسی با کسی کاری نداره و کار دینم کاری نداریم. اگر بخونه نماز خودمون میخوانیم، اما نسبت به نماز جامعه مسئولیت احساس مسئولیت نمی کنیم، نسبت به زکات ثروتمندان احساس مسئولیت نداریم، نسبت به طور کلی به دین برای دین احساس مسئولیت نداریم. گناه انجام بگیره، معصیت انجام بگیره، از خود حساسیت نشان نمیدیم. امروز قتل ها زیاد شده و متاسفانه اخبار میرسه که گاهی بالاخره هم مردم هم به احتیاط شدن و گناه وقتی که زیاد بشه قتل رخ میده. قتل ابتدا به ساکن نیست، قتل بعض از معصیته و از گناه همانطور که الله تعالی نسبت به بنی اسرائیل ذکر کرده است. یقتلون النبیین انبیاء بغیر حق ذلك بما عصوا و کانوا یعتدون. وقتی که یه ملت تجاوز داره به گناه انجام میده، معصیت انجام بده، قتل هم که بالاترین گناهی رخ میده بعد از شرک، مهمترین گناه قتل امروز زیاد شده. خیلی ها به کمترین مسئله کارد میکشن، چاقو میکشن، سلاح گرم میکشن، سلاح سرد و بر مردم حمله میکنن و این بسیار زشته و این بسیار بده. سلاح کسی که سلاح بکشه، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن هر کسی بر ما سلاح بکشه یعنی بر امت ما از ما نیست، از امت آن حضرت نیست، از حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیست. کسانی که سلاح میکشند برای مردم و بالاخره سبب قتل فرزندانتون نگذارید که سلاح با خود بردارند و بیرون برن، چاقو بردارن برن، یک جای یکی را خشم میشه درگیر میشه، میزنه چاقو میکشه، خودش را هم بدبخت میکنه، خانواده را هم بدبخت میکنه، خدا را هم ناراض میکنه، هم دنیا خراب هم آخرت خراب. و لہذا قتل زیاده و توصیه بنده به همه آنه که وصیت کنید یک دیگر را. این پیام بنده را هم جوانان عزیز برسانید به جوانان که قتل سنگین ترین گناهه و قتل رسواییه و لعنت خدا و غضب خدا. این قرآن لعنت خدا، غضب خدا بر کسی که قتل میکنه و برای همیشه به جهنم میره و عذاب عظیم و عذاب بزرگ گرفتار میشه. سخت کلمات سخت الله به قتل در رابطه با قتل به کار برده است و لحاظا سلاح نباید ما برداریم. این که سلاح بر میداره به خاطر دزد و به خاطر رهزن نه، این سلاح پرده بیگناهی را میکشه با این سلاح. و لحاظا اینی که غیر مسلح باشید و بدون سلاح برید، شما سلاح با خود حمل نکنید و سالم زندگی کنید، با کسی درگیر نباشید. اگر کسی خاص با شما درگیر بشه شما صبر کنید، شما درگیر نکنید خودتون را. فضیلت و بزرگی با شماست و بهترین اخلاق هم همینه که بدی را با بدی جواب ندید، بدی را با نیکی جواب بدید، با حرف خوب جواب بدید. توصیه بنده به مامورین نیروهای انتظامیانه
که در تیراندازی بر مردم بسیار احتیاط کنند. نیروی انتظامی زحمت میکشه واقعا برای برقراری نظم، برای برقراری امنیت، و نیروی انتظامی در میان مردم وقتی هست مردم خوشحالن. اما این نیروی انتظامی باید خیلی احتیاط بکنه. انتظار ما از فرماندهی محترم نیروی انتظامیانه که به هر حال خیلی توصیه بکنه و سخت مواظب باشه که به افراد مشکوک و مظنون تا زمانی که جرم ثابت نشده سلاح نداشته و یک چیزی که خطرناک نداشته تیراندازی نکنن. به شک و به تردید و بل حتی به سوخت بران و به اینها نباید تیراندازی صورت بگیره. تیراندازی ضایعاتش خیلی سنگین تره، آدم کشته میشه، مردم کشته میشن و به هر حال این مناسب نیست و مایه ناراضگی الله میشه، مایه ناراضگی مردم میشه. و لحاظا نیروی انتظامی عزیزان ما هستند، ما برایشون دعای خیر میکنیم که زحمت میکشن، اما توصیه ما آنه که از زدن مردم و از تیراندازی به سوی مردم سخت خودداری بکنن. نباید بر سوخت بران تیراندازی انجام بگیره. به هر حال سوخت بر بدبخته، سوخت بر راحت نیست، عذابان. بسیاری جوانان، بعض جوانان درخواست میکنه که شما دعا کنید که ما شغل پیدا بکنیم که سوخت بری نجات بگیریم. بسیاری هستند که گرفتارن و مجبورن برای مخارج خود فرزندانشون دست به چنان کاری میزنن. ولهذا احتیاط بشه و به سوختبران هم توصیه بندگانه که با سرعت رانندگی نکنن. این جاده ها همه نوع انسان ها در اینه تردد میکنه، ولهذا بسیار انسان های مفید و به هر حال انسان های که هستن که خیلی در بخور قیمتی هن، هم توی این جادان، زنان هم توی این جاده ها و جوانان و همه نوع طیف ها در این جاده ها تردد میکنن و حق تردد دارن. کسی که سوختی میبره باید نحوی رانندگی بکنه که سبب مرگ مردم نشه، تهدید حساب نشه توی جاده ها برای مردم. این خیلی حیاتیه و خیلی مهمه که این مسئله برادران و عزیزان ما سوختبران مراعات کنند. قوانین راهنمایی و رانندگی را باید مراعات کنند و به سلامتی توی جاده، به شرط سلامتی میشه توی جاده استفاده کرد و استفاده بکنند. توصیه بنده به همه جوانان شهر، حاشیه های شهر و همه قسمت های شهر و همه جوانان که امروز شاید همه اینجا باشند الا ماشاءالله، توصیه ما آنه که به نمازها پابندی باشند، از مواد مخدر و توزیع مواد مخدر و از مصرف مواد مخدر به شدت پرهیز کنید. بسیار خطرناکه، احتیاط تهدید برای جامعه ما و بسیار خطرناکه. همه چیز از مردم ما جوانان میگیره و بدترین شیوه و بدترین حالت اینه که زنان هم معتاد بشن و این تهدید برای جامعه و این تهدید برای ما. ولهذا جوانان ها توصیه میکنم که مواظب باشید، بیدار باشید، پدران و مادران مواظب فرزندانشون باشند که وقتی بر افراد ناباب همراه نباشند و خود را گرفتار نکنند. ما تأسف میکنیم خیلی که بسیاری توی زندان ها اعدام میشن به جرم حمل و نقل مواد مخدر و به هر حال و اینات اعدام میشن و بعد هم این را ادامه داره. متاسفانه هیچ وقفه پیدا نکرده است و لحاظا هم ما توصیه میکنیم به این جوانان و مردم که خدا روزی میدهد و روزی از مواد مخدر نیست. الله تکفل کرده و تضمین کرده که به شما روزی بدهد و روی این مواد مخدر خیلی چیزی خطرناکی است و از لحاظ شرعی هم درست نیست
و لحظه این کار را نباید کسی انجام بده. حمل و نقل و همه کارهای مواد مخدر را مردم تعطیل کنند و انشالله ما امیدواری که در سال آینده این تعطیل بشه، در مرکزی که تولید میشه ولی بالاخره اینه زودتر هر ترک کنن. خیلی از مشکلات توی جامعه ما از همین مواد مخدرات. الله تعالی حفاظت کنه و نجات بده و ما نهایت تلاشمون همینه که بالاخره مسلمانان ایران همه عیدشون و رمضانشون یکی بشه. کوشش ما همینه، سیاست کاری ما همینه، وحدت دوست داریم، انسجام دوست داریم. وحدت و انسجام به نفع جامعه ما است و ملت ما است. ولی گاهی ممکنه ما با یک مسئله فقهی هم گیر کنیم و تا حالا مدت مدیدی که عید ما هم یکی بوده و رمضان هم با هم روزه گرفتیم، ولی امسال حالا با توجه به این که آسمان غبار داشت و ابر داشت و به هر حال ما همه جا رویت نشد، دیده نشد، توی زایدان خیلی تاریک بود و خیلی جای دیگه آسمان ابری بود، غبار بود و ما به صورت عمومی دیده نشد. ولی توی استان ما چون استان فراکنده مردم هم نگاه میکنند. اینجا سنت قدیمی است که مردم شب رویت هلال نگاه میکنن. برای ما مردم نگاه کردن، لحاظا جاهای متفرق ما دیشب رویت شده بود و اینجا هیئت علمایی که نشستن و کنترل کردن. به هر حال 30 نفری ما اخبار داشتیم اینجا که ما را در جاهای مختلف رویت کردن و بعضی جاهای 30 نفر شهادت از اونها گرفته شد. تنها اخبار نبود ولی شهادت گرفته شد. افراد خوبی ما را رویت کردن که تشفی حاصل شد و بالاخره 2 شاهد کافیه وقتی که آسمان غبار داشته باشه و ابر باشه. 2 نفر آدم وجی شهادت بده که ما را دیدیم، از دیدگاه فقهی ما کفایت میکنه. و در حالی که 10 نفر شهادتشون را گرفتن از همین 30 نفر و لحاظ از لحاظ شرایط فقهی بالاخره ما نتوانستیم که بالاخره امروز روزه اعلام بکنیم و روزه بگیریم و وقتی که برای ما تشفی حاصل شد، وقتی که برای ما وضعیت روشن بود، لحاظا ما همینی که بالاخره گفتیم که به این شرایط نمیتوانیم روزه بگیریم و دیگه همینی که عید شده و این به همین حالی که ما تلاشمون همینه تا این را همه ما منتقل هم دوستان ما منتقل کردن به ستاد رویت هلال که مشترکی از شیعه و سنی هست، منتقل شدن و لحظه بر اساس همون ضوابط فقهی و بر اساس فقه اهل سنت به هر حال امروز ما بالاخره عید گرفتیم و وحدت ما برادری ما همیشه هست. ولی مسائل فقهیه و در مسائل فقهی بالاخره معذوراتی هست که باید ما و فقه را رعایت کنیم و شرایط فقهی خودمون را رعایت کنیم و این جز وظایف ما هست. و در جمهوری اسلامی هم آزادی وجود داره که هر کسی بر اساس فقه خود عمل بکنه و برادری و اخوت را همه رعایت کنه. و در هر صورت ما امیدواریم که عید شهید فطر ما وجدانمون راحته و اگر ما امروز روزه می گرفتیم و ملت می گفت روزه بگیرید، وجدان ما ناراحت بود و ما احساس می کردیم که پیش خدا ملامتیم، ولی ما به همون فقه عمل کردیم و به قوانین فقه و شریعت که عمل بشه وجدان میشه راحت و برادری به جای خود محفوظه و ما برادریم و اخوت داریم. و اینجا امروز 1-2 جمله توصیه دارم بنده و او اینه که به هر حال ما در انتخابات
اخیر در انتخاب دولت 13 در انتخاب جناب آقای رئیسی، آیت الله رئیسی، اهل سنت همه با انسجام را دادن و اهل سنت متحد شدن. من نمیگم که 100% متحد شدن و اینطور در هیچ انتخابات امکان پذیر نبوده، ولی 70% اهل سنت یا 80% اهل سنت به هم شدن و رای دادن و در موفقیت دولت 13 اهل سنت نقش بسیار کلیدی را ایفا کردن و این بخاطر آن بود که به هر حال ما بتوانیم پیام خودمون را هم برسانیم به مسئولان، به دولت 13 که دولت 13 بالاخره تمام همه قوه با هم همدست شده، هم مجلس و هم قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه که دولت باشه و همه اینها با مقام معظم رهبری نزدیک میشن شدن و احساس من هم همین بود که مقام معظم رهبری آیت الله رئیسی را میخواهند و لحاظا گفته اهل سنت هم همین قسمت رای بدن و تا بتوانند با اینکه همه قوه همدست میشوند مشکلات اهل سنت حل بکنند و به خواسته های به حق و قانونی اهل سنت رسیدگی بکنند. اهل سنت خواسته های سنگین و زیادی را نداشتن، زیاده خواهی نداشتن. اهل سنت از اوائل انقلاب تا حالا خواسته شو اینه که شهروندی رعایت بشه. ما شهروندان این کشور هستیم و ایرانیم و ایرانی الاصلیم و پدران و آبا و اجداد اهل سنت برای این مرزبان و خاک ایران کشته دادن و جنگیدن و لحاظا از شایستگانشون بالاخره در تمام رده ها استفاده بشه، شایستگان اهل سنت به کار گرفته بشن و آزادی مذهبی برای اونها هم به نحو شایسته و بایسته تامین بشه و این دوتا خواسته کلیدی اهل سنتن و محوری اهل سنت هستند و به هر حال ما الان هم هنوز ما همین نگرانی را داریم و پریشانی هست و هنوز اقدام هم در دولت 13 تا هنوز انجام نگرفته، ولی ما ناامید نیستیم هنوز و ما امیدواریم که همه قوه همسوان و به هر حال از اهل سنت مشکل اهل سنت و معضل اهل سنت که به کارگیری شایستگان اهل سنت در پست های کلیدی و در مدیریت های ارشد کشور مرکز در تهران و از اهل سنت استفاده بشه، در معاملت های وزیر وزراء کابینه خواسته اهل سنت، در سازمان های بزرگ کشور، در مراکز استانا مدیریت مراکز استانا نوع اعتدال به وجود بیاید و بالاخره از شایستگان کار گرفته بشه و این خواسته اهل سنت بوده و به هر حال هنوز متحقق نشده. الان در قوه قضاییه، در نیروهای مسلح و در پست‌های کلیدی کشور، در مراکز استانهای سنی نشین که ما معتقدیم در همه مراکز استانها الا اگر نباشه در مراکز استان سنی نشین از اهل سنت کار بگیرن و لحاظا هنوز کار گرفته نشده، اگر جایی هست موردهای محدودن و رضایت اهل سنت فراهم نشده و این خواسته کماکان حق اهل سنت در قوه قضایی یه استخدام بشن. الان اگر در قوه قضایی هست خیلی محدودن، در نیروهای مسلح اگر باشه محدودن و لحاظا در هم ارتش و در مراکز نظامی و انتظامی و همه این مراکز از اهل سنت استفاده بشه. اینها ایرانیان، مال ایرانان، حق همه جا، هیچ جای توی دنیا به این طور صورت رفتار نمی کنند که بالاخره یک ملتی را، یک کشوری را، یک مذهبی را، یک قومی را بالاخره در این اندازه به هر حال محروم کنند و به کار میگیره. الحمدلله توی شهرستان هست
و ما نمیگیم نیست. در خدمات ما تفاوت قائل نیستم مسئولان، اما این کارگیری شایست. بسیاری از شایستگان ما بازنشست شدن و به هر حال عمرشون بالا رفته و الان توان به کار گرفتن نمی شوند و نیروها به هدر رفتن و ما تاکید میکنیم و این خواسته همه اهل سنت کشور، همه مردم کشور است که وفادار به کشورشون هستند و در تمام شرایط سخت همراهی کردن نظام را و در تمام سانحه‌ها حضور پیدا کردن و در امنیت ملی و وحدت ملی تاثیر گذار بودن. لہذا اهل سنت حق اهل سنت و هم آزادی مذهبی ما نمیگیم ندارن، ولی در بسیاری جا هستن که اهل سنت تحت فشارن. بسیاری کسانی هستند که توی مسائل اهل سنت دخالت های انجام میگیره. ما معتقدیم که همانطور که در عراق دو تا اوقاف اهل سنت جدایه و در بخش امور مذهبی و اوقاف شیعه جدایه و در خیلی کشورها است، خواسته اهل سنت همینه که اوقاف ما را جدا کنند و ما در سرنوشت مذهبیمون مقدرات مذهبی در دست خود ما باشه. ما این حال که توصیه مقام معظم رهبری و توصیه مسئولانه و مشاوره علمای شیعه را ما حاضریم که به هر حال قبول کنیم و بررسی کنیم مشاوره ها را و آنجایی که به ضرری برای ما نباشه ما بپذیریم و اهل تعاملیم، اهل مداراتیم، خواهان وحدتیم، امت واحده را ما پیگیری میکنیم و میخواهیم که همه مسلمان با هم متحد باشند و ما امیدوارم که این مشکل بعد از 43-44 سال که از انقلاب میگذرد این مسئله را حل کنند، بزرگان این حل کنند. حالا توی همه دنیای حل شده است. یک اقلیت قومی باشه یا مذهبی باشه حقوقش حفظ و تحفظ از حقوق اقلیت ها را بسیار جا بیشتر میدن از حقشون و انتظارات ما اینه که در ایران اسلامی این اتفاق بیفته که اهل سنت به هر حال مشکلاتشون حل بشه و در امور مذهبیشون خودشون تصمیم بگیرن و حاکمیت و نظام نظارت کنه، ولی کار را به خود اونها بسپاره و الله تعالی توفیق عنایت کنه و موفق باشید و سفر بگیرید که نماز شروع میکنیم.